پیام مردم برای قدرتمندان و سیاستگران. زمین مردم را گرفتید، خون ملت را مکیدید، از هیچ چیز به همه چیز رسیدید و بر هیچ کس هم رحم نکردید. خانواده از نبود لقمنان می میرد، ولی روی سفره های شما گوشت کبک و 1001 طعام وجود دارد. در این زمستان مردم از شدت سرما جان می دهند، ولی شما برای آب و هوای گرم به دبی می روید. همواره صدای مردم را به بهانه های مختلف خفه ساختید. اگر کسی برای حق خود صدا بلند کرد، بر دهنش کوبیدید، چون منافع شما در خطر بود. این وطن را بی هویت ساختید، فساد پیشه کردید و نامش را با مواد مخدر گریزدید و به خاطر منافع خود ملت را چند پارچه ساختید. اما دیگر بس است. ملت دیگر تحمل این همه ظلم استبداد را ندارد. آنها به پا برخواستند و علیه کسانی که حقشان را لگدمال میکند بسیج کردند. در تازه ترین مورد ناانصافی و بی‌مهری علیه مردم این قضیه است. حذف واژه نظارت و نقش نظارتی از قانون شوراهای ولایتی به واسطه مجلس نمایندگان. مجلس نمایندگان نخواست نمایندگان مردمشان در شوراهای ولایتی بر حکومت‌های محلی که تا این جای کار پا به گردی ملت گذاشتن نظارت داشته باشند، چون باور داشتند که اگر این همه نماینده نقش نظارتی پیدا کنند برای عده خار چشم و مزاحم خواهند شد و دیگر نمیگذارند افراد معامله کنند و به چشم ملت خاک بزنند. ولی مردم میگویند نمایندگان محترم، این چه کار بود که شما کردید؟ در طول چند سال گذشته کار مثبتی که به این مردم نکردید، حداقل در سال آخر کاری خود یک کار نیک برای این وطن و مردم غم دیده‌اش میکردید و از خود میراث ستودنی بر جا میگذاشتید. ولی معلوم نیست چرا این کار را کردید و به چه دلیله. مگر دیگر چقدر میخواهید این وطن در بدر باشد و اجازه میدهید برخی والیکا و پروژه‌دارها با خیال راحت در ولایت‌ها به زراندوزی مصروف باشند؟ پس از این کار مجلس شوراهای ولایتی بر رسم اعتراض دفاتر خیشات در ولایت‌ها بستند و گفتند ما یک نهاد سمبولیک را نمیخواهیم که نه صلاحیت داشته باشد و نه اختیار. آن همه پول مصرف کردیم، انتخابات برگزار کردیم، آخر برویم در دامن یک والی به مشورت‌دهی بپردازیم؟ این کار را هرگز نمی‌کنیم، چون در گذشته شوراهای ولایتی همین کار را می‌کردند و این توان را نداشتند تا بر کارکرد ولایت‌های خیش نظارت داشته باشند. از همین سبب فضا برای همه باز بود تا بدزدند و بخورند و بخسبند. اگر والی بود، اگر وکیل بود یا صاحب پروژه، سرک می ساختند، 2 ماه بعد تبدیل به جوی می شد که حتی می توانستی شنا کنی. شرک‌ها به نام خود ساختند، زمینی که حق غریب و بدبخت بود و برای خود کاخهای سر به فلک کشیده ساختند. ولی مردم میگویند دیگر تحمل نداریم تا حق خود را نگیریم. این وطن از خود صاحب دارد و پول ثروت این وطن تنها مال عده‌ای نیست و میراث از پدران اندک کسان هم با آنها نمانده است. این وطن مال همه است، از فقیر، از معلم، از کارگر، از گدا و از همه. حرف آخر، در پیوند به این قضیه رئیس جمهور به ارگانهای محل دستور داده تا هرچی سریعتر ترک نظارت را تهیه کند و گفته دوباره آن را به شورای ملی میفرستیم. این در حال است که نمایندگان به تعطیلات خود رفتند، ولی دولت باید بداند که ملت این بار کوتاه نمی آید. من عنایت مدرس هستم.